کند همجنس با همجنس پرواز. در قضیه صدمه автомобили جنایتکار دیگر адвокат بزرگمهر یاروف که حالا با جرم فریب دادن ده‌ها نفر مشتریانش اینچنین دستداری در عملهای جنایتکارانه دیگر از آزادی محروم کرده شده است، همچون وکیل محمد طلازاده با کارچلانی به خودش خاص و مبلغ‌های کبیری توانست که محمد طلازاده را بیگناه معرفی کند. در صورتی که هنگام پخش آرتیخف محسدین سرعت ماشین 110-120 کیلومتر در یک ساعت زیاد بود و خود محمد طلازاده در بیاناتش این دلیل‌ها را تصدیق می‌کند، سرعت آن را 44 کیلومتر در یک ساعت و پسر بچه کشته شده را عیبدار نشان دادند و با همین راه محمد کبیری را از جوابگری جنایتی آزاد نمودند.